عرض درود و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. در خدمت شما هستیم امشب با برنامه نمود و نبود روح همراه با مهمان برنامه جناب آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی که لطف کردن امشب وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن تا برنامه داشته باشیم در رابطه با پرسش های روح، نمود و نبودش، در واقع پیدایش و علت. من دعوت کنم از عزیزان تا عزیزان بالا بیان بتونیم برنامه رو شروع کنیم. خب هر دو عزیزی نیت شدن. به به، درود بر بانو بدیعی. صدای شما رو ندارم. سلام و درود به همه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید. خب من جناب کیمیایی رو دعوت کردم، اگر بتونن که وارد گفتگو بشن برنامه رو کم کم میتونیم شروع کنیم اگر مشکل فنی وجود نداشته باشه. بله بله شما داریم جناب کیمیایی عزیز. درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. با درود به شما و همه شرکت کنندگان و سپاس از زحمات فراوانتون. من میخواستم قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم یک مختصری راجع به زحمتی که کشیدید و کتاب مادیت های انعطافی یا اینو آماده کردید برای استفاده مردم صحبت کنم. این کتاب درباره افکار کاترین مالابو در مرز بین روانشناسی، نوروساینس و فلسفه هستش و این پلاستیسیته یا انعطاف پذیری موجود در سیستم های حیاتی رو بهش میپردازه. اگر کسی در این حیطه ها علاقه داره میتونه کتاب رو دانلود کنه و اونو مطالعه کنه. کتابم با سپاس از دوست و همکار عزیزم دکتر پناهی که یک پایی در فلسفه داره ویرایش شده و یه مقدمه کوتاهی هم برش گذاشته. این راجع به کتاب. اما راجع به موضوع امروز اگر اجازه بدید من چند دقیقه صحبت کنم. میخوام یه مقدماتی بگم که شاید کمک کنه برای فهم این موضوعات فرافیزیکی من جمله روح. منظور از واژه نمود در واقع نمایانگر همه ادراکاتی هستش که در مغز حیوانات ایجاد میشه و ما چون آگاهی از این نمایانگران در مغز حیوانات نداریم فقط میتونیم به این نمودها یا مشهودات که در مغز انسان هستش بپردازیم که میتونیم به یکدیگر منتقلش کنیم. پس تمام چیزهایی که به سطح باخبریمون در فضای آگاهی شکل میگیره بهشون میتونیم بگیم نمود هستن. اینا منشأهای بسیار متفاوتی دارن که هر کدامشون مطالعه هر کدامشون مستلزم چند علم هستش که من براتون خیلی مختصر اینا رو میگم. میبین تنها واقعیت یا ریالیتی که ثابت شده یه بیچون و چرایی که وجود داره دنیای فیزیکی یا ماتریالیستیه که از ماده و انرژی ساخته شده و در اصلش یک ماهیتی هستش، انرژی که در دو شکله. وجود ما و مغزمون هم جزء این دنیای فیزیکی یا ماتریالیستی هستش و درش هیچ گونه نهاد، ماهیت یا فرایند غیر فیزیکی جریان نداره. این دنیا از حدود 20 عنصر تحت اتمی شکل گرفته که اون هسته های اتم ها پایایی سیستم و الکترون ها پویایی این جهان و
اون چیزی که در مغز ما در جریان هست هم شکل میده. یعنی در واقع الکترون ها هستن که فعالیت هاشون باعث میشه همه چیز به آگاهی ما برسه. من جمله همین ایده هایی که ماورای طبیعه یا فرافیزیکی یا مادون طبیعه هستن. مطالعه این بخش اساس همه علوم طبیعیه که از کیهانشناسی گرفته تا نوروساینس فرق میکنه و هر کوششی هم که با برچسب علم گرایی مثبت یا مثبت گرایی علم برای رد این برخورد با جهان در پیش گرفته میشه، نشانه ای هستش که کسانی که هنوز به دوگانگی در وجود انسان یا در جهان باور دارن هنوز نمیتونن حرفای خودشون رو ثابت کنن و دست به این استدلالات میزنن. باید بگیم که این واقعیت دنیای خارج از پدیده های مغز ما نه نور داره، نه رنگ داره، نه بو داره، نه طعم داره، نه گرما داره، نه سرما داره. هیچ احساس و عدالت و قضاوت و هدف و هدفمند و هیچ چیز دیگه ای درش نیست. همه این چیزها رو مغزهای ما میسازه. گروه دوم حقیقت ها هستن یا TRUTH. حقیقت ها اون نمایانگرانی هستند که مغزهای سالم با کمک گیرنده های حس هایی که در سطح و عمق بدن ما هستند از این دنیا می سازند و با انتخاب سیستم های مغزی اونا رو مورد استفاده قرار میدن تا با ایجاد رفتار تطابقی به اونا جواب مقتضی داده بشه. اینها تعریف حقیقت هستند، یعنی اون چیزی که مغزهای سالم از محرکات دنیای ماتریالیستی میتونه بسازه. از اون جایی که اینا در طی تاریخ فرگشت شکل گرفتن، بایستی در هممون اگر مغز سالمی داشته باشیم در یک طیف خاصی مشترک باشن. یعنی نمیتونه مثلا من رنگ قرمز و آبی ببینم و شما زرد ببینید. به خاطر این ساختارهایی که شکل گرفته اینا در طی تاریخ فرگشتی مفید واقع شدن، باعث تطابق بهتر شدن و اینا شکل گرفتن. این حقیقت هایی هستند که در واقع یک نمودی از واقعیت دنیای خارج هستند. به این جهت هستش که ما هیچ وقت نمیتونیم پی ببریم که واقعا در دنیای خارج این مثلا امواجی که برای چشم ما و مغز ما نور ایجاد میکنن واقعا چی هستن. ولی این داستان این که آیا این نمایانگرانی که ساخته میشن آیا باید با هم شبیه باشن یا نه، به احتمال زیاد باید خیلی به هم شبیه باشن در مغز همه ما، وگرنه موجودات متفاوتی میشدیم و رفتارهای متفاوتی در مقابل این حقیقت ها نشون میدادیم. این تعداد این نمایانگران محدود هستش و اکثرا از طریق تفکر آنالیتیکال برای حل مسائل روزمره استفاده میشه. این گروه دومی هستش از نمودهایی که به مغز ما وارد میشه. اینا خیلی لازم هستن و اشکال در هر کدامشون میتونه زندگی تطابقی ما رو مختلش کنه. یکی دیگه از این ادراکاتی که از این گروه هستش دو دسته هستن. یکی بهشون میگن اکستروسپتیو، یعنی ادراکات از دنیای خارجی، و یکیشون میگن انتروسپتیو، یعنی آگاهی از دنیای درونمون، از عضلات و قلب و روده و نمیدونم تمام اطلاعاتی که از طریق اعصاب و از طریق خون و شیمی به اطلاع مغز میرسه. اما یک گروه دیگه از محتویات هستش که بهش میگن فرنوسپشن، یعنی ادراک ذهنی. اینا گرچه در شروعشون همه ارتباط دارن با محرکات دنیای خارج یا داخل، ولی اینا رو مغز از مخلوط کردن اینا و اضافه و کم کردن ازشون یک محتویات تازه، نمایانگران تازه میسازه که همون افکار و
تخیلات و ابداعات ما هستند که اینا در زندگی بشر مخصوصا چون که خیلی پیچیده شده، این موضوعات بسیار مفید واقع میشن تا بتونن در زندگی اجتماعی پیچیده شده انسان بتونه تطابق پیدا کنه. ولی مسئله این گروه از نمودها اینه که قابل اثبات حقیقی نیستن، چون فاصلهشون با طبیعت و دنیای فیزیکی دور هستش. اینا رو خیلی مشکل میتونیم اثبات کنیم و همین ها هستن که مسئول گمراهی های بسیار زیاده شدن و این همه افکار ضد و نقیض رو در فرهنگ ها ایجاد کردن. حالا اگر این تفکرات بین هممون مشترک باشه و بتونیم به طریق مخصوصا از طریق آزمایشگاه ها و تجربیات و ترایال اینا رو ثابت کنیم، اینا رو میتونیم جز حقیقت های پیشرفته اینا رو قبولشون کنیم. ولی اگر نتونیم این کار رو بکنیم، اینا جز تخیلات و وهم‌های اوهام باقی میمونن که این گروه محصول معمولا سیستم تفکر دیفالت هستش. سیستم تفکر دیفالت وقتی هستش که آدم مشغله ذهنی نداره و این محتویات ذهنش رو در هم ادغام میکنه و به خودش فکر میکنه یا با اون گرفتاری های زندگیش که از طریق تفکر آنالیتیکال نمیتونه حل کنه. این یک گروه. یک گروه بعدی یه محتویات ذهنی هستند که در خواب رویادار به سطح باخبری میرسن. اینها به علت از کار افتادگی قشر جلو پیشانی سازمان ندارن و کاملا از حقیقت تویی هستن، یعنی هیچ نظم و ترتیبی ندارن، دورترین ادراکات از حقیقت هستن و همینا هستن که باعث شدن که ایده روح شکل بگیره. این با استفاده از علم روانشناسی فرگشتی یا evolutionary psychology و روانشناسی باستانی، یعنی مطالعه بازمانده های معمولا قبرهای حتی تا سطح هومو نئاندرتالا و مطالعه اساطیر کتب دینی و روانشناسی اجتماعات، مخصوصا اجتماعاتی که از نظر تفکر کمی عقب موندن، میرسونه که محتویات خواب بیشتر از هر عاملی منجر به پیدا شدن ایده روح و زندگی بعد از مرگ شده. علتش هم این هستش که خب یه نفر فوت میکنه، آدم مطمئن میشه که جسدش فرو ریخته، چیزی ازش باقی نمونده، اما در رویاهای خواب وارد میشه، همون فوت شده. علت وارد شدنش به این هستش که این شخص و تمام حافظه هایی که از اون فوت شده داریم جزئی از زندگی نامه هر کدام از ما هست. پدر و مادر و پدر بزرگ و عمه و خاله‌ای که فوت کردن، این حافظه‌ای که مربوط به اینا هست، خاطراتشون جزء خیلی بزرگی از زندگی نامه ما هستش و اینا باید حفظ بشن و برای حفظشون رویاهای خواب وظیفهشون این هستش که شبکه‌های عصبی مربوط به حافظه های اینا رو تحریکشون کنه و اینا به صور مختلف در خواب ما وارد شن. و این چون اطلاعی از این ماهیت رویاهای خواب نداشتیم و هنوزم خیلی زیاد ندارن، باعث شده که فکر کنن که این روح خودشون یه روحی دارن که در خواب خارج میشه و با روحی که فوت شده که در حالا برزخ یا هر جای دیگه ای سرگردان هستش، اونم مثلا مرخصی گرفته و اینا هر دو تا تونستن شب با یک دیگه تماس برقرار کنن و همین باعث شده که فکر کنن که پس بعد از مرگ یه زندگی هست و این ارواح باقی میمونن که تونستن در خواب وارد بشن. این مسئله در تمام اجتماعات عملا وجود داشته تا زمانی که افلاطون، در زمانی که فلسفه یونان باستان
توسعه پیدا کرد و اینا سعی کردن یک نظمی به تفکرات بشر بدن. افلاطون یک ایده ای رو پیشنهاد کرد که باعث گمراهی بزرگی شده و اون این هستش که یک دنیایی وجود داره، دنیای فرم ها، که یک فرمی، الگویی یا یک شکلی غیر فیزیکی از ما در این دنیاهای وجود داره و اینو فرض گرفتن که همون روح ما هستش که فرمان روای یا کالسکران جسممون هستش. یعنی اینا فکر میکردن که هر جسم ما یک کالسکه هست، 2 تا اسب داره، یکیش اسب سرکشی هستش که همون خواسته های جسمیمون رو شکل میده و یکی اسب سرکشی هستش که میخواد ما رو منحرف کنه و این روح وظیفش این هستش که این کالسکه رو و این اسباش رو به نظم مقبول در بیاره که البته مقبولیتش هم معلوم نیست کی میتونه تنظیم کنه، نگفتن که وظیفه کی هستش. این داستان روحه در واقع مسکوت موند تا زمان اسکندر. بعد از که اسکندر فوت کرد، این امپراتوری اسکندر تقسیم شد. یک قسمتش که شامل ایران بود به یک گروهی رسید و یک گروهی که در فلسطین و مصر رو گرفتن. اینها اولین امپراتورش یا اولین پادشاهش تصمیم گرفت که یهودی ها رو قتل عامشون کنه. تا اون موقع بر اساس تورات و انجیل یا بر اساس تورات یا کتب عهد عتیق هیچ اسمی از روح برده نشده بود و اون نفس حیه که در تورات آمده که خدا در بینی آدم دمید، در واقع همون نفسی هستش که ما میکشیم و بهمون حیات میده. اسمی از روح و زندگی بعد از مرگ و قیامت و بهشت و اینا در اساطیر یهودی نبود. اما در این موقع چون تهدید شدیدی از طرف پادشاه این منطقه انجام شده بود بر علیه یهودی ها، این سران یهودی آمدن مسئله یک ایده شهید شدن و پیش کشیدن. گفتن هر کس که در راه دین کشته بشه پاداش داده میشه، ولی نمیتونستن بگن چطوری پاداش داده میشه چون قیامتی وجود نداشت و مردم میگفتن خب ما کشته میشیم، جسدمون هم میپوسه، پس پاداش نمیتونه داشته باشه. پس اینا آمدن همون ایده افلاطون رو گرفتن، گفتن که نه، شما یه روحی دارین که بعد از مردنتون زنده میمونه. و ایده گفت خب اینا پرسیدن این روح کجا میره. یک ایده در یونان و در فرهنگ یونانی بود به اسم برزخ یا هدس که دنیای زیرزمینی بود. اینا هم قبولوندن به جوونا که خب این روح شما هم میره اونجا و اینجا زنده میمونه تا روز قیامت که اون وقت این دوباره خدا با یه معجزه جسمتون رو زنده میکنه و این روح دوباره برمیگرده و این ایده وارد ادیان ابراهیمی شد. ولی توجیه خوبی براش نداشتن، به طوری که وقتی که از محمد پیغمبر اسلام یهودی‌ها که میدونستن داستان چی هستش ازش پرسیدن که روح چی هست، جوابی نداشت و رفت. 3 روز بعد احتمالاً با اطرافیانش مشاوره کرد و برگشت و گفت که خدا گفته که روح از منه و به شما علم آشنایی به روح ندادم، نمیدونین بهش برسید. اما با جدیداً با پیشرفت علم و شناسایی کارکرد مغز، همه اعمالی که به روح یا ذهن یا آگاهی یا هر چیز دیگه یا اراده یا هر چیز غیر فیزیکی که تا حالا فرض شده به اینا نسبت دادن، زیربنای نورونی و شبکه‌ای آشکار شده و در زمان حال هیچ الزامی برای
قبول اینکه هیچ نیروی غیر فیزیکی خارج از نورون‌های مغز در بدن انسان وجود داره که کاری انجام بده دیگه وجود نداره و باید این ایده رو کنار گذاشت. حالا تمام کسانی که هنوز اصرار دارن که چنین چیزی به اسم روح وجود داره، یا ذهن یا آگاهی یا اراده، و هر کدومش که متافیزیکی یا ماورای طبیعی یا فرافیزیکی هستن، باید چند تا سوال رو جواب بدن. حتی یکیشون هم جواب بدن شاید بتونن حرفشون رو به اثبات برسونن. اول اینکه روح رو تعریف کنن که چی هست اصلا. همون سوالی که از پیغمبر اسلام کردن. این روح که یا ذهنی که خارج از وجود انسان هستش و ماورای طبیعی از چی ساخته شده؟ بالاخره هر چیزی که کار میکنه باید یه ساختاری داشته باشه. سازندش کی هستش؟ کجا ساخته میشه؟ کارگرای سازندش کی هستن؟ آیا همه روحایی که در بدن هم این 100 میلیارد انسانی که در عرض 100,000 سال گذشته پاورسی وجود گذاشتن، آیا همه یه نوع دارن؟ یعنی یه کارخونه که همه رو مثل شکلات همه رو یه دست درست میکنه، یا برای هر کدومانی روح متفاوتی میفرسته؟ و اگر این روحه حالا فکر کنید در یه جای ساخته میشه، این چگونه از محل ساختنش به این محل ساختنش در دنیای فرافیزیکی به دنیای فیزیکی وارد میشه؟ چه وقت و از چه طریقی این روح وارد جسم انسان میشه؟ این سوال رو از امام جعفر صادق پرسیده بودن. اینو من گزارش میکنم از تفسیر المیزان. ایشون گفته بود که روح در وقتی که جنین هستش از راه بینی وارد دستگاه گوارش خانما میشه، از انتهای دستگاه گوارش خارج میشه، وارد واژن خانما میشه، از اون طریق میاد وارد بدن جنین میشه. که حالا اگر ایده دیگران دارن بیان کنن ببینیم که این روح بالاخره کی وارد جسم میشه و چجوری وارد جسم میشه و چجوری از این رحم مادر عبور میکنه. حالا فرض بفرمایید که حالا چنین روحی هم وارد شد، این روح در کجای بدن قرار میگیره؟ یهودیای اول گفتن در دنبالچه یا اون استخوان که باقی مانده دم حیوانات هستش در اونجا هستش. و این موضوع همینجوری مورد بحثی بود که دکارت بالاخره با اشتباه بزرگ و گمراه کننده ای گفت محل اتصالش قده پاینیال یا صنوبری هستش که یکی از کمکارترین و قسمت های مغز هستش و ساده ترینش و هیچ محلی نیستش که این روح فرافیزیکی بتونه از سطح متافیزیک و فیزیک عبور کنه و وارد مغز بشه. حالا از همه اینا گذشته چه الزامی به وجودش هستش، در حالی که ما همه میدونیم که کار مغز و خود مغز کار ما رو خود مغزمون انجام میده. و در نهایت اینه که این مسئولیت این روح با کی هستش؟ این روح رو که اگر حالا آفریدگار آفریده و به ما داده، مسئولیت رفتارش با ما هستش یا با سازندش هستش؟ این هم یه سوالی همیشه هستش که بالاخره اگر به من یه روح بدی داده، به شما یه روح خوبی داده، آیا رفتار بدی که از من سر میزنه مسئولش جسم من هستش و آیا به شما باید پاداش داد که یه روح خوبی آفریدگار به شما داده؟ و این مسئولیت این روح چی هست و مسئولیت ما در مقابل رفتار این روح چی هستش؟ این مسائلی هستش که بایستی مطرح بشه. من بارهای بار مطرحش کردم، هنوزم هیچ کس یک جوابی به این سوالات نداده. حالا من در اختیارتان هستم، اگر سوالی دارید که با کمال میل اگر جوابی داشته باشم خدمتتون عرض میکنم. خیلی متشکرم آقای کیمیایی، خیلی توضیحات جامع و خوبی بود. متشکرم از شما.
آقای قرادقی اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. بله خواهش میکنم. توضیحات انقدر جامع و کامل و خوب بود که خیلی از سوالات ما رو در بر گرفت. در واقع خیلی از سوالاتی که کاربران پرسیده بودن رو شما با این توضیحات کامل جواب دادید. خیلی ممنونم. یه گروهی تو ایران من مستندشون رو میدیدم که اینا اومدن یه برنامه‌هایی ساختن برای حالا تبلیغ روح. اینا بیشتر کار خود مذهبیون نظام هستش که اومده بودن از یه قسمتی به بعد انسان رو از حیوانات، به خاطر اینکه میگفتن انسان فعاله ولی حیوانات منفعل هستن و این رو از یک تاریخچه‌ای به بعد جدا کرده بودن. این در واقع انسان، شاخه انسان رو از حیوانات، و اون رو دلیل آورده بودن که چون انسان روح داره پس یه موجود فعالیه و حیوانات چون روح ندارن حالت منفعل دارن و نمیتونن از خودشون یادگیری داشته باشن یا یاد بدن و یا یاد بگیرن. یه همچین موضوعی رو مطرح کرده بودن. دوست دارم که نظر شما رو در این مورد بدونم. اولا هیچ رفتار خاص انفعالی و فعالی بین ما و حیوانات دیگه وجود نداره. اونها هم به شدت فعال هستند و اگر فعال نباشن نمیتونن رفتار تطابقی انجام بدن و بقا و تولید مثلشون به خطر میفته. تفاوتایی که بین انسان و حیوانات هستش فقط مربوط به رشد خیلی زیاد از حد مغزشون، به خصوص در قشر جلو پیشانی و ارتباطات قشر جلو پیشانی با لوب آهیانه‌ای و لوب گیجگاهی هستش و اینها در واقع تفاوت ما با حیوانات یا عموزاده خیلی نزدیکمون شامپانزه در این هستش که ما مخصوصا قشر جلو پیشانیمون رشد کرده و هیچ دلیلی نداره که در این قسمت یه روح متعالی یا فرافیزیکی وجود داشته باشه. ساختمان فیزیکی هستش، به ویژگی هایی داره که این ویژگی ها به ما اجازه میده که رفتارهای پیچیده، تفکر و تخیل داشته باشیم. اما حتی اینم ما نمیتونیم، تا حالا وسیله‌ای پیدا نکردیم که ببینیم آیا حیوانات دیگه هم تفکر و تخیل و رفتار فعالانه دارن یا نه. من براتون این مسئله میزنم. این میمون بانوبورو یه میمونی هستش که توی آسیا خیلی فراوونه، خیلی میمون رامی هست و در آزمایشگاه زیاد استفاده میشه. اینا رو آورده بودن گذاشته بودنش توی فانکشنال ام‌آرآی. بعد از اینکه غذاشون داده بودن هیچ کاری نداشتن، آرامشون کرده بودن و گذاشته بودنش تو فانکشنال ام‌آرآی ببینن که این شبکه تفکر دیفالت این میمون فعال میشه یا نه. شبکه‌ای که اگر من و شما رو هم بذارن توی فانکشنال ام‌آرآی و کاری نداشته باشیم فعال میشه و دیدن بله این میمونه هم درست همون جاهایی از مغز، یعنی سطح داخلی نیمکره ها، به خصوص نیمکره سطح داخلی قشر جلو پیشانی نیمکره طرف راست فعال میشه. تنها تفاوت یعنی میرسوندی که این موقع این میمون عزیز مشغول بوده به خودش فکر میکرده، به زندگی خودش، به آینده یا هر چیزی دیگه. پس این قسمت تفکر دیفالتش داشته کار میکرده. حالا تنها تفاوتی که بین این حیوان و مغز ما بوده این بوده که ما وقتی به خودمون فکر میکنیم اون قسمت گفتاری مغزمون که در نیمکره چپ در شکنج بروکا هستش اونم فعال میشه. پس تنها تفاوتی که در تفکر دیفالتمون با تفکر دیفالت میمون بانوبو که یه میمون نسبتاً پستی نسبت به شامپانزه هست اینه که ما با گفتارمون فکر میکنیم و اونا فقط با تفکراتشون بدون زبان فکر میکنن. آیا یک وسیله دیگه غیر زبان دارن که با اون فکر میکنن یا نه ما خبر نداریم و نادانیمون از طرز تفکر و رفتار حیوانات نباید یک وسیله باشه برای که بگیم حیوانات روح ندارن. این موضوع روح حیوانی و روح انسانی هم
یکی از اشتباهات بزرگ دکارت بود که جدا کرد. هیچ روح انسانی خارج از ساختار پیچیده تر مغزش نسبت به حیوانات وجود نداره و رفتارمون همه برای بقا و تولید مثل و گرفتن پاداش و اجتناب از مجازات ساخته شده. حالا ما چون زندگیمون اجتماعی هستش، مغزمون هم پیچیده تره و این پاداش ها و مجازات ها هم پیچیده تر شدن. فقط همین و همین، هیچ تفاوت دیگه از اینکه حیوانات روح ندارن و همین ایده حیوانات روح ندارن باعث آزار و شکنجه بسیار زیاد حیوانات شده که واقعا دور از انسانیت هستش. نه، هیچ تفاوتی بین رفتار فعال و منفعل بین حیوانات و انسان نیست. فقط ما در یه سطح فرگشت یافته پیچیده تری از نظر ساختمان متریالی مغزمون قرار داریم. فقط همین و همین. و این ساختمان متریالی هم میتونه آسیب ببینه و ما رو حتی از سطح حیوانی طوری پایین ببره که نتونیم فکر کنیم یا راه بریم یا خودمون غذا بخوریم. بسیار عالی، ممنونم. کامل جوابشو گرفتیم. امیدوارم اون دوستانی هم که همیشه این مسئله رو مطرح میکنن هم توی انجمن یا جاهای دیگه که بحث میشه جوابشون رو گرفته باشن. اگر نگرفتن باز هم میتونن سوال کنن. بله، این انجمن‌ها و کانال‌های تلویزیونی ایران یک طرفه است، مثل منبر رفتن ملاها میمونه. هیچ کس جرئت نداره یا اجازه نداره بلند شه زیر سوال ببره. یعنی اصلا فکر مخالف کسی جرئت نمیکنه در رسانه‌های ایران یک فکر مخالف بر ایدئولوژی غالب ارائه بده. بلافاصله کارش به میدونی کجا کشیده میشه. بله، تجربهشو داریم، سابقهش هم زیاد. با حکم ارتداد. بله کاملا حق با شماست. خانم بعدی اگه سوالی هست بپرسید، اگر نه که. البته ما رسانه نداریم، بهتر بگم سازمان هستن، یعنی چیزی که فقط خودشون شکلش میدن و برنامه‌ریزی میکنن. سوالاتی که من یعنی طرح کرده بودم شما در مقدمه همش رو توضیح دادید. فقط در رابطه با اینکه حالا ایده رو چگونه به وجود آمده، چون در زمان گذشته اون آگاهی که انسان داشته نسبت به سایر موجودات، همونطور که شما توضیح دادید، ما چون میتونیم صحبت بکنیم، این یک نوع آگاهیه، ارتباط برقرار کردن کلامی، و این اسم این آگاهی رو چون نمیتونستن، نادیدنی بوده، اسمش رو در واقع گذاشته بودن روح. درسته؟ همطوره؟ ببینید، نه، روح و در واقع ببینید به نظر میرسه که انسان به طور سرشتی علاقه پیدا کرده که یک نهادهای غیر مادی در وجودش فرض بگیره. حالا تنها روح هم نیستش. فکر کنیم به ما قبولوندن که جانی که داریم، درسته، این یک هدیه‌ای که خدا بهمون داده و این مستقل از وجودمون هست و هر وقت هم که خدا بخواد در یک پروسه بسیار دردآور و زجرآوری اسرائیل رو میفرسته و اینو از بدنمون میکنه. درست، این هم یه دوگانگی دیگه هستش. یکی دوگانگی آگاهی هستش که هنوزم من میبینم هنوزم در سطح تفکر ایران، حتی در سطح کسانی که ادعای نوروساینس دارن، ادعا میکنن که این آگاهی خارج از ساختار مغز هستش، ولی نمیتونن توجیه کنن چجوری با داروی بیهوشی یا هوشبری این آگاهی به هم میخوره، یا وقتی دو تا بکتور با هم دیگه یکی مشت میزنه تو سر یکی و این سیناپسای الکتریکی مغز طرف مقابل رو فرو میریزه، چطوری ناکاوتش میکنه و بیهوشش میکنه. آگاهیش کجا میره؟ یعنی هنوزم این آگاهی بازم یه دوگانه دیگه. یکی دیگه ذهن هستش. هنوز فکر میکنن که یه نیروی به اسم ذهن توی مغز آدم در جریان هستش که اینم میتونه کار انجام بده. یعنی این ذهنه همراه با روحه و همراه با اون نفسه که در وجودمون هست، بالا روی تخت سلطنتمون نشسته و این قدرت ها در دستش هستش،
اینا کارا رو میکنن، نه مغز انسان. بسیار هم راحت اینو میشه از نظر نوروفیزیولوژی ردش کرد. مثلا ادراک اراده هستش یا آگاهی از ادراک و آگاهی هستش. ببینید اگر روحی یا نفسی یا ذهنی یا آگاهی که وجود داشت که مستقل از ساختار مغز بود، بایستی که ادراک اراده رو یا ادراک قصد رو خیلی قبل از اینکه اون موج آمادگی که ثابت شده قبل از انجام عمل در لب آیانه ایجاد میشه، باید این آگاهی ها قبلش میامد، نه اینکه بعد از اینکه موج آمادگی ایجاد شد و به منطقه متمم حرکتی رسید تازه ما با خبر شیم که آره ما میخوایم این کار رو انجام بدیم. این یه ذره پیچیده است اگر میخواین بیشتر شرحش بدم. ببینید این دوگانگی ها فراوون تو ذهنمون هست، نه تنها در دنیای خارج که خدا و شیطان و عفریت‌های مختلف و فرشته ها و دیوا و نمیدونم چیزهای مختلفی در دنیای خارج فرض کردیم در طول تاریخ، در وجود خودمون هم هر چیزی که به ذهنمون رسیده و نمیتونستیم توجیه عقلانی حداقل حالا علمی به جای خودش برای اون چیز کنیم، یه نفر اومده با قدرت کلامی اینو به دیگران قبولونده که بله روح هم وجود داره، روح حیوانی هم هست، روح انسانی هم هست، یه روح‌های دیگه هم هست و اینا هم از طریق قطه پایینیال با مغز. فقط باید منتظر شد که فقط 10 سال طول کشید که همین ایده دکارت رو مسخره کنن که چجوری حتی در زمان خودش یک شاهزاده اتریشی فکر میکنم بود براش نوشت چطوری میگی که این روح با بدن، اینو توجیهش کن چجوری با بدن جسمانی ما ارتباط برقرار میکنه که سوالش بدون جواب باقی مونده هنوزم. بجد بله اینا همه فرض‌هایی هستش که بشر درست کرده و تنها راهش هم این هستش که بازم برگردیم به همون دنیای واقعی فیزیکی و از طریق مطالعه فرایندهایی که در مغزمون انجام میگیره یکی یکی پی به اینا ببریم تا یک روزی شاید از این گمراهی احتمالاً 100,000 ساله بیرون در بیاییم. متشکرم آقا. با توجه به اینکه آقای دکتر میدونیم خیلی از مردم هنوز با اینکه علم این همه پیشرفت کرده کماکان به روح باور دارن، حتی در کشورهای حالا بازتر با دیدگاه بازتر و حتی در بین کسانی که در حیطه علم هستند. حالا چطوره که اونها اینو ردش نمی کنن، یعنی وجود روح رو ردش نمی کنن، تاییدش هم نمی کنن، ولی این در واقع معادله رو باز گذاشتن تا بلکه شاید به جواب برسن. دلیلش چیه؟ چرا برخی ردش میکنن برخی هنوز منتظرن؟ ببینید من 3 تا حیطه در تفکر بشر هست. یکی تفکر دینی که هیچ کدام از باوراشون رو نمیتونن به اثبات برسونن، باید قبولشون کنید وگرنه مجازات میشید. این حیطه تفکر دینی هستش. هیچ گونه بحثی هم باشون نمیشه کرد. هیچ وقت هم کسی که مغزش شکل بگیره با ایده های چیز خیلی مشکل میشه خارجش کرد. پارادایم تفکری دیگه تفکر فلسفی هست و الان این کاملا به قبول رسیده که هر کسی که ادعای هر گونه دوگانگی در جهان و در وجود انسان بکنه دیگه نمیتونیم فیلسوف حسابش کنیم. این هنوز در اون جهل دوران باستانی ادیان باقی مونده. این دیگه فیلسوف نیستش. فیلسوف دیگه نمیتونه دوگانگی رو ثابت کنه چون هیچ راهی نداره. دسته سوم علوم هستن. هیچ کدام از دانشمندانی که واقعا به کیهانشناسی، به فیزیک، به شیمی، به نوروساینس، به سایکولوژی واقعی انسان
از طریق علمی آشنایی دارن دیگه نمیتونن ادعا کنن که هیچ گونه ماهیت غیر فیزیکی در وجودمون هست و کارامون رو نهاد دیگه غیر مغزمون انجام میده. این حالا اگه کسی اصرار داره دلیل این هستش که اطلاع کافی نداره. ببینید من کاری که با عهده گرفتم الان 17مین کتاب رو دارم ترجمه میکنم، چند تا نوشتم که فقط این نکته رو ثابت کنم که فقط تک‌گرایی بیولوژیک هستش، یعنی وجودمون یک ساختار بیولوژیک منفردی هستش که فقط از ماده ساخته شده و هیچ گونه نهاد فرافیزیکی درش نیست. نه تنها نیست، هیچ الزامی هم بهش نیست. هر کاری رو که حتی با علم اعصاب هنوز تکمیل نشده و ناقص، هیچ گونه کاری نیستش که یکی ادعا کنه و جاش توی مغز پیدا نشده. و این کتاب آخری که من در دست ترجمه دارم و اواخرش هستم در سطح فعالیت نورونی و تخلیه‌های الکتریکی تک نورونا همه حرفای قصد و اراده و این چیزها رو شرح داده. چجوری اصلا تصمیم میگیریم، کدوم قسمت مغز با چه فعالیت‌های الکتریکی تصمیم میگیره. پس احتیاجی دیگه نیستش که من ها رو فرض بگیرم توی مغزم یک کمک خلبانی اون بالا نشسته که خدایی که منو آفریده یه نقصی در خلقتش بوده، حالا مجبور شده بعداً یک کمک خلبانی یا روحی یا یه چیزی دیگه بفرسته که منو کمک کنه. خب اگر این کار خدا بود خب از اول منو طوری خلق میکرد که دیگه احتیاج نداشته باشه که دوباره یک موجودی که من کنترل روش ندارم برای من بفرسته که منو راهنمایی کنه و کالسکران وجود من باشه. به این جهت اینا همه ناشی از ادامه جهلی هستش که 100,000 سال در مغزامون فرو کردن و جزء اساسی تفکرمون و فرهنگامون شده و دین هم هنوز مخصوصا در جهان سوم و چهارم، منظور از دنیای چهارمی که من به کار میبرم همین دنیای اسلامی جدیدی هستش که شریعت غلبه کرده. در اینا دیگه این ایده ها قبولوندنش به اونایی که رسانه ها در دستشون هستش و از این طریق نون میخورن و مقام میگیرن خیلی مشکل هستش. و مردم هم هنوز واقعا به اون سطح تفکری اکثرا نرسیدن که قبول کنن که واقعا ما هم مثل بقیه حیوانات یک موجود فیزیکی هستیم، فقط تنها تفاوتمون این هستش که پیچیده تر شدیم، فقط و فقط همین. و این پیچیدگی هم فقط نتیجه هیچ برنامه ریزی نبوده، به طور اتفاقی بدون هدف من همینجوری پیش آمد. آره، اتفاقا میخواستم همین رو از شما بپرسم، با توجه به اینکه به هر حال ما به عنوان یک ایرانی، حالا چه بخوایم چه نخوایم، مسلمان زاده هستیم و در مدارس، در جامعه، در خانواده طوری به ما تلقین شده، القا شده، آموزش داده شده که بله روح وجود داره. میخوام این سوالو بپرسم آقای دکتر که با توجه به اینکه من و مثلا هم دوره من، هم ردیف من یا کسی که مثل من فکر میکنه و مطالعات ما یکسانه، نتیجه چرا متفاوته؟ مثلا من و شما به این نتیجه رسیدیم که روحی وجود نداره و همش افسانه است و خرافاته، اما چرا اون کسی که مثل من یا مثل شما اون مطالعات رو گذرونده یک نتیجه خلافش رو داره و کماکان قبول داره؟ مثل خیلی کسانی که حتی پزشک هستن، خیلی عجیبه که سخت باور دارن. نه ببینید، اولا دو تا مغز مساوی عین هم نداریم، حتی دو قلوهای تک تخمکی هم مغز متفاوت نداره. من اینو بار شرح دادم، بستگی داره که کدوم قسمت مغز و کدوم نیمکره در تفکراتمون غالب باشه. اگر نیمکره چپ آدم غالب باشه، این محصولات تفکر دیفالت که
محصولاتش جز باورهای دینی هستش در آدم ضعیفه. از بچگی هم این مشکل براش قبول کنه که این ماهیت ها وجود داره. یه تفکر آنالیتیکالی آدم داره اگر نیمکره چپش غالب باشه که به دنبال علم میره، همه چیز رو باید از طریق پیدا کردن شواهد و مدارک دنبال هم قرار بده و اینا رو بفهمونه. اگر کسی نیمکره چپش غالب باشه اینا خیلی راحت تر میشه این ایده ها رو از ذهنشون بیرون آورد. اما اگه کسی تفکر نیمکره راستش قوی باشه، غالب باشه، اینا همونایی هستن که بیشتر دنبال دین، فلسفه، هنرها، خلاقیت‌ها، کارهای دستی، فلسفه و این چیزا میرن، کارهایی که احتیاجی به تفکر آنالیتیکال نداره و احتیاجی به جمع کردن مدارک هم برای اثبات حرفاشون نیست. حالا اگر این افرادی که نیمکره راستشون غالبه که 50% مردم هستن با شدت و ضعف بیشتر، همه چیز یک توزیع آماری زنگوله‌ای داره. حالا اونایی که به شدت نیمکره راستی هستن به شدت تلقین پذیر هم هستن و اینا به راحتی هر چیزی که به خوردشون بدین قبولش میکنن، مخصوصا اگر اینا تلقین پذیر باشند به طوری که بتونن از طریق واکنش‌های شرطی اپراند یا اجرایی اینا رو تربیتشون کرد. واکنش‌های شرطی اپراند اینایی هستن که بهتون میگن که این ایده هستش، اگر قبولش کنید میرید بهش، بهتون 72 تا حوری، یا اگر خانم باشین 72 تا قلمان، نمیدونم میدن یا نه، ولی اینا رو بهتون میدن. اگرم قبول نکنید پدر صاحبتون رو در میارن، باید برین جهنم و بسوزید و هیچ گونه حقی هم برای زیر سوال بردن بهتون نمیدن. حالا این مسائل توی سیستم لیمبیک طرف راست شما شکل میگیره، اونو تقویتش میکنه و وقتی که سیستم لیمبیک غلبه پیدا کرد دیگه نمیذاره قشر حدقه پیشانی یا قشر جلو پیشانی شما که مرکز عقلانیتتون هست خوب کار کنه. هر وقت که شک میکنید اون سیستم لیمبیک بهتون نیش میزنه ای وای شک نکن وگرنه میبرنتون جهنم. به من فهمونده شده که شک کردن جایز نیست، مجوزی برای شک کردن داده نشده و شما رو میفرستن به جهنم. اگر اجتماع آزاد باشه و واقعا این تعلیمات دینی داده نشه، اجتماع کم کم تبدیل به اجتماعات از ما بهتران مثل ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی اینا میشه که به سرعت ایتیزم یا عدم باور به روح یا دنیای متافیزیک شکل میگیره. اینا جز بیماری های اجتماعی یا همون میم هایی هستش که داوکینز مرتب صحبت میکنه راجبش و مثل ژنتیک از نسلی به نسلی و به طور عمودی و از افراد به طور افقی به هم دیگه سرایت میکنه. اینا بیماری های مصری اجتماعی هستند که درست مثل ویروس کرونا میتونن منتشر شن و افراد رو آلوده کنن. ممنون، متشکرم. آقای قره‌داغی اگر شما سوالی دارید بفرمایید. بله خواهش می‌کنم. جناب دکتر توی توضیحاتتون در رابطه با اینکه انسان بیشتر روح رو به خاطر تسلی‌های خودش، حالا اینکه به فامیلش یا به پدر مادرش که از بین میرفتن به اونا تعلقی داشته و اینا، یه مقدار توضیح دادید توی صحبتاتون. غیر از اون حالا به نظر میرسه که روح رو بیشتر برای اون مجازات یا اون پاداشی که بعد از زندگی قراره به انسان تعلق بگیره در واقع تو مغز انسان ها تولید شده، مورد استفاده گرفته. بله. حالا یه چیزی که ما همیشه با خیلی از دوستانی که با ما در ارتباط هستن و با هم صحبت میکنیم درگیر هستیم، با اون دوستان مذهبیمون، این که میگن خب مثلا مثال میزنم، شما به عنوان دکتر کیمیای اسدی خب لطف میکنید، تلاش میکنید برای آگاهی. خب
اینها حرفشون اینه که شما که به آخرت اعتقاد ندارید، شما که به پاداش اعتقاد ندارید، چرا خودتون رو اذیت میکنید؟ این همه مثلا دنبال این هستید که جامعهتون آگاه بشه و حتی خیلی ها میبینید جان خودشون رو اینجا از دست میدن. این کجای اون مغز و علم قرار میگیره؟ اینکه خب همیشه ما با اونا درگیریم که ما میخوایم جامعه سالم، جامعه آزاد، جامعه مناسب زندگی بسازیم، میگم ولی خب این به چه دلیل؟ ببینید، من یه پزشک هستم و کارم این هستش که بیماری هایی که مغز رو مبتلا میکنن تشخیصشون بدم و درمانشون کنم. درست؟ حالا این بیماری هایی که مغز رو مبتلا میکنن در چند تا حیطه قرار میگیرن. یکی حیطه جسمانیش هستش، یعنی یکی آسیب مغزی میبینه، سکته میکنه، تومور مغزی داره، دچار سردرد، این چیزاست. درست؟ یکی هم در پدیده های روانشناسی هستش که اون ایجاد میده. اما مسئله اصلی بشر پدیده های مغزیش هستش که باعث گمراهی تفکریش شدن و این هستش که امثال منو فشار میاره که این بیماری رم شرحش بده. این بیماری رم قابل درمان هستش، همینجور که کشورهای از ما بهتران درمانش کردن و دارن پیشرفت میکنن. اجازه بدین از این بادلاق تفکری چند هزار ساله مردم رو بیرون بکشیم تا با واقعیت سر و کار داشته باشن، تا با حقیقت سر و کار داشته باشن، به جای اینکه به فکر ساختن بهشت اون دنیا باشن و این دنیا رو جهنم کنن. اجازه بدیم چون اون دنیایی وجود نداره همین دنیا رو بهشتشون کنیم، همین دنیا رو نذاریم دیگران این دنیا رو برای ما جهنم کنن. اگر اعتقاد داشته باشین یک امید کاذبی بهتون میدن که یه عدل بعد از مرگ هست، یه دادگاه عدل الهی هست که خودشون هم کاملا روشن شده باور ندارن، وگرنه این همه جنایت نمی کردن. و اینا فقط برای گول زدن من و شما هستش که میگن صبر کنید، حالا یا امام زمانی میاد یا روحتون میمونه، اون دنیا بهتون پاداش داده میشیم. فعلا همین ظلم و جورا رو تحمل کنید، صداتون هم در نیاد، شک هم نکنید، حقیقت در دست ماست و این هستش که زجرآور برای کسانی که این درد اجتماعی رو درک میکنن و سعی میکنن که مردم رو از این گمراهی در بیارن. به طوری که این تنها من نیستم، آکادمی علوم امریکا حدود 85%شون ایتئیست هستن، کسانی که علم اون 10%شون آگنوستیک هستن، 5%شون فقط یک خدای غیر شخصی، خدای شخصی، یعنی نه خدای سازمان یافته، ادیان سازمان یافته رو قبول دارن. اونا هم سعی دارن که با توسعه علم مردم رو از این گمراهی در بیارن و واقعا هم شرط لازم هستش برای اینکه اجتماع پیشرفت کنه، وگرنه به سرعت 180 درجه میچرخیم و همون چرخشی که ما در 40 اندی سال پیش کردیم و امثال افغانستان هم تازه شروع کردن. این آگاهی ها باعث میشه که مردم از این تخیل امیدبخشی که بهشتی هست و جهنمی هست و حالا بدبختی ها رو تحمل کن و ظلم و جورا رو تحمل کن و صدا در نیاد، به جایی که آستینا رو بالا بزنی و سعی کنی که این ظالما رو برکنار کنی، میشینی تحمل میکنی. این ضرری هستش که ادیان به اجتماعات زدن. ادیان همیشه در خدمت حکومت‌های مستبد بودن و فقط وقتی اجتماعات پیشرفت کردن که اروپا در این مورد موفق بوده که اولا با انقلاب فرانسه، بعدا با پروتستانیسم، اون این ایده مذهب کاتولیسم رو از سطح جامعه جمعش کردن و کلیسا رو تبدیل کردن به یه محل جمع شدن و محل عروسی و عزا و این چیزا دیگه. تا حد زیادی به جز در امریکا یا در کشورهای عقب مونده کاتولیک امریکای جنوبی و امریکای مرکزی دیگه قدرت نداره. ولی میبینیم که در اروپا که کلیسا رو جمع کردن چقدر پیشرفت اجتماعی کردن. علتش این هستش که
امثال من وقت میذارن و این ایده ها رو سعی میکنن که بقبولونن. بله، سلامت. بسیار عالی. بفرمایید خانم بدی. یه چیزم که الان مطرحه اینه که به نظر شما آیا میتونه اینکه یک انسان میل به جاودانگی داره، به روح باور داشته باشه، این میتونه باعثش باشه؟ بله. یا ترس از مرگ؟ خب خیلی ها از مرگ میترسن. این به نظر شما نمیتونه باعثش باشه، دلیلش باشه؟ ببینید، یک سوال ایشون فرمودن که برای تسلی روح، خدا برای تسلی خلق شده، نه روح. به خاطر اینکه از قدیم یک اتفاقاتی می افتاده، یک نیروهای مخرب طبیعت وجود داشته، بیماری، عقیمی، خشکسالی، قحطی، اینا پیش می آمده و مردم واقعا هیچ پناهگاه روانشناسی نداشتن که بهش پناه ببرن. خودشون هم قادر نبودن این مسائل حل و فصل کنن. به این جهت دست به ایده خلق یک ماهیتی کردن که فرافیزیکی، توی آسمان ها، توی سیاره ها، توی بهشت نشسته، قدرت فوق العاده ای داره که میتونه این طبیعت رو کنترل کنه و این یه تسلی به بشر میده. الان ببینید تو خیابون اگر توی جاده مثلا بخواین ترمز کنین، ترمزتون نگیره، داد میزنن ای خدا یا ابوالفضل یا هر چیز دیگه. درسته؟ این همون ایده هستش که تسلی بخشه. که حالا یه چیزی دیگه هم هستش که ما میدونیم که میمیریم بالاخره و همین ایده روحه باعث شده که فکر کنیم که زنده هم میمونیم با یه طریقی. حالا در این دنیای بعد از مرگی که نه برادر و خواهر و زن و فرزند و پدر و مادر و اینا نیستن، بهمون گفتن که در این دنیاها اون خدایی که بهتون قبولوندیم وجود داره، اگر اطاعتش کنید و عبدش باشین و اینا و به ما پول بدید، اون وقت اون خداه به فریادتون میرسه. حالا هم که اگر روز قیامت هم شد که هیچ. اما بله، انسان حتی در سطح عمیق موجودات زنده مرگ گریز هستن. یعنی بقا و تولید مثل دو تا اصل اساسی سیستم های حیاتی هستش. شما اگر یه آمیبی رو بیارید توی ظرف بندازید، یک تراز ظرف رو داغش کنید، میبینید که آمیبه فرار میکنه میره طرف خنک‌تر. یا اگر بخواید یه سوزنی به قشایش بزنید، اگر با وجودی که حس نداره ولی به طور رفلکسی از سوزن شما فرار میکنه. پس این ترس از مرگ، مخصوصا وقتی که فکر میکردیم که بعد از مرگم زنده میمونیم، میذارنمون تو قبر، تنهاییم، نکیر و منکر میان، فشار قبر هست، این چیزا هستش، اون وقت دیگه وحشت میکنیم و اون وقت هستش که به نظر من ایده بیشتر باعث وحشت میشه تا باعث تسلی که روح داریم. اگر فکر کنیم که واقعیت این هستش که وقتی که مغزمون مرد همه چیز تمام میشه و به قول اپیکور همون احساسی رو داریم که قبل از تولد داشتیم یا قبل از اینکه لقا پیدا کنیم، یا به قول خیام هم همین تفکر رو داشت، دیگه داستان برامون تمام میشه. دیگه ترس هم نداریم که دوباره زندمون میکنن، حالا باید بریم به دادگاه عدل الهی جواب بدیم و یه بدبختی هم اونجا خواهیم داشت. علاوه بر بدبختی های زیادی که اینجا داریم، حالا دوباره باید بریم جهنم و حالا با خدای زبان نفهم بایستی سر کله بزنیم که زورم میگه، سادیستیکی هم هستش و زورم گفته از اول. حالا این قبول این حرفه من فکر نمی کنم تسلی خاطر باشه. اگر فکر کنید که همون حالتی رو داره که وقتی بیهوشتون میکنن دیگه از هیچ چیزی خبر ندارین، وقتی هم مغزمون مرد همون حالت رو داریم، واقعیت هم همین هستش. وقتی مغز از کار افتاد دیگه نه خاطره هست، نه احساسی هست، نه دردی هست، نه خوشی هست، نه، همه چیز تمام میشه و به عدم برمیگردیم به طبیعت. جسممون فرو میریزه و برمیگردیم به همون طبیعتی که به قول خیام از خاک برآمدیم و برباد میشیم.
دکتر جایگزین این چیز موهومی که ما اسمشو گذاشتیم، اینکه به ما آرامش میده، فریب میده در واقع، اینکه ما مثلا یک عزیزی از خانواده ما فوت میشه، ما به جای اینکه بیایم این ایده دروغین مثلا دنیای بعدی وجود داره و من دوباره ممکنه ملحق بشم به اون عزیز از دست رفته و دوباره میتونم اونو ملاقات بکنم، به جای این باور اشتباه که به من میخواد آرامش بده، چه چیزی رو پیشنهاد میکنید که آرامش دهنده واقعی باشه به نظرتون؟ عقلانیت و علم. درست. وقتی که از حقیقت آگاه شدیم دیگه ترس از این چیزا نخواهیم داشت. از خیلی چیزا، نه از تاریکی میترسیم، نه از خدا میترسیم، نه از شیطان میترسیم، نه فکر میکنیم 2 فرشته روی شونه هامون نشستن اعمالمون رو چیز میکنم. این من کاملا خودم اصلا ترسی از مرگ ندارم و میدونم همه چیز تمام میشه و یه آرامش خاطری هم از این نظر دارم. هیچ احتیاجی نمیبینم که فکر کنم که میمیرم. من دیدم، مخصوصا مادرم که خیلی مذهبی بود، میدیدم که چه وحشتی از شب اول قبرش داشت و من فکر میکنم این 70-80 سالی که عمر کرد در این وحشت زندگی کرد که شب اول قبر چه اتفاقی. و بارهای بار اینو میگفت که شب اول قبر من وحشت دارم، در حالی که من میدونم که وقتی که مغزم مرد دیگه همه چیز برای من تمامه، هیچ گونه ادراک و احساسی نیستش و همین علم و عقلانیت کافی هستش که به من آرامش بده، به جایی که با این موهومات خودم رو گول بزنم که چنین چیزهایی وجود داره و برمیگردم. اون وقت اصلا ایده روز قیامت یا دادگاه عدل الهی یا وجود روح کاملا یه چیز موهومی هستش، به خاطر اینکه یک جبر مطلقی در وجودمون هستش که اینو بارهای بار من شرح دادم. ما نه بیگ بنگ رو کنترل داشتیم درش، نه خلقت این کهکشان ها و کره زمین و نه پدر مادرمون رو انتخاب کردیم، نه اسپرماتوزوئید یا تخمک مادرمون رو انتخاب کردیم، نه ژنتیکی که در اونها نهفته است انتخاب کردیم، نه عوامل اپیژنتیکی که بر این بیانهای این ژنایی که بهمون به ارث رسیده کنترل داریم، نه به اجتماعمون کنترل داریم، نه ساختمان مغزمون رو میتونیم واقعا عوض کنیم به جز اینکه با علم و عقلانیت یک کمی تغییرش بدیم و پدیده هاشو عوض کنیم. ولی همین لحظه که من دارم حرف میزنم این مغزم هستش که این کارا رو میکنه و به طور جبری شکل گرفته. پس هیچ لازم من در هر دادگاهی حاضرم حتی در مقابل خدا هم بگم که من محصول جبری هستم و هیچ چیزی در اختیاری ندارم که بتونی منو سوال و جواب کنی، نه به بهشت ببریم نه به جهنم، به خاطر اینکه من اصلا از اول انتخاب نکردم بیام تو این دنیاه که حالا مغزم اینجوری شکل بگیره یا مغز یه نفر دیگه قشر جلو پیشانیش آسیب داشته باشه و نمیتونه رفتارش رو کنترل کنه و بزهکار میشه و قاتل میشه و آدم کش میشه، یا سلولای فونوکونومو خراب درش و یا آدم مستبدی میشه که از قتل و مرگ هزاران نفر مثل هیتلر و بقیه مستبدا خم به ابرو نمیره. این همه جبری هستش. پس دنیای بعد از مرگم کاملا از نظر عدالتی که میخواد برقرار شه کاملا بی‌معنیه و حتی اگر این هم باشه چه فرقی میکنه که حالا اون دنیا منو به جهنم ببرن و شما رو به بهشت ببرن؟ چه فرقی بر مردمی داره که تحت ظلم من قرار گرفتن و تحت عدل شما قرار گرفتن؟ هیچ فرقی نمیکنه. مثلا چند صد میلیونی که به دست مغولا کشته شدن، حالا چنگیزخان و قرنها ببرن توی جهنم بسوزونن، چه فرقی با حال اون صدها میلیونی میکنه؟ همیشه همینو میگم. مثلا آره. هیتلر این هم کشته، میگم مجاز قراره برای اون لحاظ بشه که اون 6 میلیون 7 میلیونی که انسان ها رو کشته به اونا چی میرسه واقعا؟
بله اینو نیچه هم گفته هیچ فایده ای نداره، کاملا دور از عقلانیته که حالا اون دنیا اینو هم مذهبی ها درست کردن که خودشون چون ظالمتر از همه بودن از قدیم و با حکومت‌های مستبد دست بودن و حالا که هر دوتایشون هم در یک موجود جمع شده، اینا بهتون میگن که صداتون در نیاد، حالا امام زمان میاد نجاتتون میده، اینقدر از ملاها میکشه که 7 آسیاب از خونشون جریان پیدا میکنه، یا اگرمون نیاد شما که مردید اون دنیا میبرین ما رو، اون ظالما رو زجرشون میدن، جهنم میرن و خوبا رو میبرن بهشت، 72 تا حوری میدن. هیچ فرقی به حال من اگر عجیب داره ها توی همه دین ها، مثلا یهودیت و مسیحیت و زرتشت و همشون یک ناجی دارن، حالا منتظر اون ناجی هستن که بیاد. ببینید گفتم دیگه اصلا برنامه‌شون روی همون شرطی شدن‌های اپرانت اجراییه که بهتون پاداش میدن اگر قبول کنین، مجازات میدن، حالا اگر الان نتونن پاداش بدن وعده سر خرمن میدن، میگن که تو زرتشت میگن هر 1000 سال یه ناجی از دریاچه هامون در میاد بیرون، یه چنین چیزیه. یا در مورد هندوها میگن ویشنو برمیگرده، در مورد یهودی‌ها مسیح برمیگرده، مسایا برمیگرده، در مورد مسیحی‌ها میگن همین مسیحی که اعدام شد حالا دوباره برمیگرده. همین جوری همه دارن. شما به بدوی ترین قبیله هم برین از این چرت و پرتا به خورده مردمشون میدن، به خاطر یه عده میخوان استفاده کنن. اصلا یه عده زرنگتر بودن، از اول وارد این مهملات شدن و کاهنا اولین به محض اینکه قبیله ها دور هم جمع شدن یه گروهی به اسم کاهنا ظاهر شدن و اینا بدون هیچ کار مفیدی سربار اجتماعات شدن و سعی میکردن که افکار همه رو یکسان کنن. بزرگترین اشکالی که ادیان داره اینه که میخواد افکار مردم رو عین هم کنه، عین همون افکاری که اونا دیکته میکنن. یعنی یه ایدئولوژی هستش، درست مثل کمونیسمه. به شما دیگه اجازه نمیدن غیر اون فکر کنید، شما رو مجبور میکنن لباس مخصوصی بپوشین. ببین شما الان روسری پوشیدین به خاطر اینکه دیکته بهتون شده، درسته؟ میخوان ظاهرتون و باطنتون عین هم باشه و این بزرگترین آسیبیه که ادیان به تفکر بشر میزنن. بزرگترین مانع پیشرفت علم بودن. شما در کاتولیکا بیشتر از همه دانشمندا رو اعدام میکردن، زنده میسوزوندن و در حالا این مسلمان ها میگن ما علم داشتیم. امثال رازی رو مرتد اعلامش کردن، اینقدر زدن تو سرش که چشماش کور شد بیچاره. بوعلی رو مرتد اعلام کردن در حالی که اظهار داشت که مسلمان هستش، ولی مرتد اعلامش کردن. خیام و 3-4 بار از گور در آوردن، گفتن در قبرستان مسلمانان نمیشه چالش کرد. 3 بار از قبر بیرونش آوردن تا کنار دیوار یه باغی، اینو بیچاره رو دفنش کردن. ببین این هستش، میگن همین چیزی که ما میگیم. حتی برای حافظ همین زمان خود ما یک ملایی سعی کرد که از گورش درش بیاره و بندازه جسدشو بیرون. همین خیلی دور نیستش، درست به خاطر اینکه افکار متفاوتی از دین دارا داشت. اینا اشکالات دین باوری هستش. حالا روح و قیامت و این چیزها رو هم ولش کنیم. همین دنیا مانع در واقع پرورش فکری و علم و عقلانیت میشن. با همشون مخالف هستن. یعنی به هیچ وجه دین و عقل. من یک کتاب 5 سوال رو ترجمه کردم، شما هم زحمت کشیدید و به طور غیر مترقبه، غیر انتظار نداشتم، ایرانم اجازه انتشار کاغذی شد داد، نمیدونم چرا، ولی بخونید ببینید که علم و دین اصلا با هم دیگه نمیدونن، آب و آتیش هستن. اینا اشکالاتی هستش که میشه گرفت. حالا روح هم یک جزئی از اون هستش.
بسیار عالی. پاسخاتون خیلی جامع، خوب، کامل، کوبنده. بهتر از این دیگه نمیشه. آقای قرداوی بفرمایید. بله، خواهش میکنم. استفاده کردیم کامل از توضیحات جناب دکتر. البته خب اونی که نخواد بپذیره، شما اگر آسمان با آفتاب رو هم نشون بدید میگه نه الان شبه. ما هر چقدر این برنامه ها رو میذاریم بعضیا دوباره شروع میکنن به این که پس اون قسمت قرآن چی میشه، پس اون قسمت امام جعفر صادق چی میشه. اینا یه مقدار مشکل هست باشون. ما از نظر فرهنگی کاملا بین 300 تا 500 سال عقب هستیم. اینو من از 300 سال رو از قول یکی از جامعه شناسای بسیار معروف ایران، اسمشو نمیبرم، گفتم که گفت 300 سال از تفکر پیشرفته عقب هستیم. ولی ما هم باید یه روزی شروع کنیم همون روشنگری و روشنفکری و رنسانس فکری که در اروپا انجام دادن و دین و اولین گامی که برداشتن این بود که دین رو از سطح اجتماع برچیدن و به مردم گفتن خداتون رو بردارین ببرین به صندوق خونه ها یا نماز خونه های خونه هاتون، هر کاری دارین باهاش بکنین ولی کاری با بقیه نداشته باشین. بگذارید دانشمندان و سیاستمداران اجتماع رو مدیریت کنند. این کاری بود که در اروپا انجام گرفت و 100 تا 200 سال هم طول کشید تا جا افتاد و هنوز هم در بعضی کشورها حتی در امریکا کاملا جا نیفتاده. ولی ما هم باید بالاخره یک روزی شروع کنیم و چرا نه امروز که مخصوصا وضعی پیش آمده که دین آبروی خودش رو از دست داده، مخصوصا دین اسلام و شیعه گری با رفتاری که اولیاء دین کردن در این چند ساله و حالا طالبان و داعش و شباب و بوکو حرام و اینا رو هم اضافه کنیم، میرسونیم که این دینه به جز تخریب همه جانبه، از فساد و فقر و فحشا و ارتشاح و دزدی و اختلاس و هر چیزی که منفی فکر کنید اینا رو پرورش میده. وقتی این هستش که ما هم دور بزنیم و شروع کنیم روشنگری. انتظار هم نداشته باشیم که 100% مردم رو عوضشون کنیم. فقط اگر 10% اجتماع، فقط 10% واقعا از خودخواهیشون رو کنار بذارن و روشنگر باشن و روشن فکر باشن و بهشون اجازه داده بشه که انتخاب بشن و مملکت رو اداره کنن، به سرعت مملکت ها بهتر میشه. فقط 10%. بله، بسیار عالی. قطعا همینطوره و همیشه ما میگیم اگر میخواید روشنگری کنید از اطرافیان خودتون شروع کنید. اگر کسی واقعا به درک و به اون علم میرسه تا حدودی و احساس میکنه که تو اون جامعه خرافی داره زندگی میکنه، سعی کنه نزدیکترین، لااقل نزدیکترین اطرافیان خودش رو آگاه کنه و این همه منابعی که الان در اختیار همه داره قرار میگیره اینها رو بازنشر کنه و در اختیار قرار بده که بتونیم لااقل به قول شما به مرور به اون آگاهی های جمعی برسیم و کشور خودمون رو لااقل به نجات بدیم از این خرافات و از این وضعیتی که پیش اومده. من خیلی آدم خوشبینی هستم و مطمئنم که با سقوط حتمی این رژیم ایران مثل یک فنری که به شدت فشرده شده از جا میپره. ممکن هم هستش یک دوره انتقالی اغتشاشی داشته باشه ولی به سرعت نجات پیدا میکنه و میتونه میانبر بزنه و به سرعت به کشور از نظر تفکری پیشرفته تبدیل شه. من نگران وضع اقتصادی نیستم. فقر و وضع اقتصادی به سرعت میشه درستش کنی، یعنی فقط کافیه تحریم ها رو بردارن و نفت رو دوباره شروع کنن به فروختن، پول رو بریزن زیر دست مردم، فقرشون برچیده میشه. ولی فقر فرهنگی باید واقعا کار داره، مخصوصا از اینکه در 40 سال گذشته یک تخریب عمدی فرهنگی در ایران انجام گرفت که اینو بایستی مردم از حالا شروع کنن.
و وقتی که این فشار منفی برداشته شد، اون وقت فرصت بهتری هستش که از همین داده هایی که از طریق امثال آوای بوف در اختیارشون قرار میگیره استفاده کنن و خودشون و اجتماع نجات بدن. بسیار عالی. خب خانم بعدی اگه سوالات تموم شده بپردازیم به کتاب ها. سوالات هم تموم شده. فقط یک سوال حالا شخصی میخوام بپرسم. شما حدود 6 سال پیش در برنامه پرگار اگر حضور ذهن داشته باشید در رابطه با روح اومده بودید و صحبت کرده بودید. میخواستم از شما بپرسم به نظر شما بعد از این برنامه که حدود 6 سال گذشته فکر میکنید آیا تغییراتی در نوع بینش اطرافیان یا کسانی که این برنامه رو تماشا کردن ایجاد شده یا روی سوالات اطرافیان و مردم سطحش بالاتر رفته یا نه هنوز به نظرتون ابتدایی این سوالاتی که راجع به روح؟ ببینید من مدت‌ها بعد از اون برنامه من فیسبوک وارد شدم، بعدا تلگرام، بعدا حالا جدیدنم اینستاگرام. اوائل همه سوالا راجع به همین روح و این دنیای متافیزیکی و اینا بود، ولی کم 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 تعدادش کم شده. الان تنها سوالاتی که میکنن زیربنای علمی پدیده های هستش که در ذهنشون شکل میگیره، مثل آگاهی ذهن. یعنی سوالا ندرتاً راجع به خرافات هستش. الان من چند هزار نفر توی 5000 نفر کامل توی فیسبوک هم هستش، چند هزار نفرم توی تلگرام و اینا اصلا دیگه سوالی راجع به دنیای ماورای طبیعی نمی کنن. همشون سوالات راجع به علم هستش. مثلا از من توجیه میخوان که مثلا چرا از تاریکی میترسیم، این زیربنای عصبی چی هستش. همین الان من میبینم جز سوالا میاد مثلا یه نفر میگه دژاوو چی هستش. همین الان یکی نفر در زیر همینجا از شما سوال کرد. ببین این چیزا هستش که سطح و بالا آورد میکردن که مواد سفید یه پات لب گوره، چرا از این حرفا میزنی، گوش میدی. ولی دیگه اینجوری توهینا و فحشا و این چیزا تمام شده و سوالا همه سوالا علمی شده و این برای من یه تشویقی هستش که کارم رو ادامه بدم. البته در غیر این صورت هم ادامه میدادم، یعنی من توی این نمیدونم یه فرص یه نیروی هستش که این کار رو تا وقتی که بتونم ادامه میدم و این موضوع رو مفصلا از جنبه‌های مختلفش سعی میکنم بقبولونم که ما هم یک موجودات فیزیکی هستیم و باید دست از این خرافات و مهملات چند ده هزار ساله یا 100,000 ساله بعد. خیلی ممنونم. البته حدسم همین بود که پاسخی که شما ارائه دادید و این تلاش شما بوده، یعنی تلاش شبانه روزی شما ما شاهد هستیم. از این وقتتون به جای اینکه استراحت بکنید، تفریح بکنید، میزنید کتاب مینویسید، دائما فعالیت میکنید در تلگرام، در فیسبوک و واقعا این قابل ستایشه. وقتی که الان مثلا برید گوگل سرچ بکنید که نقد روح، رد روح، اولین اسمی که میاد اسم شماست که این زحمات رو در واقع تقبل کردید، لطف کردید. واقعا از شما ممنونم. روی باور تاثیر گذاشتید. من از این کارم خستگی اصلا احساس نمی کنم. خوشحالم که در مسیری افتادم که بتونم کمک کنم و امیدوارم که این راه و جوانترها ادامه بدن، چون که تنهایی نمیشه این کار رو ادامه داد. این کار بزرگی هستش و باید همه کسانی که میتونن دست به دست هم بدن و این راه رو ادامه بدن تا ما هم شاید یه روزی
از این تاریکی مطلقی که بر فرهنگ غلبه کرده نجات پیدا کنیم. و امیدوارم. من خیلی واقعا الزامی نمیبینم که از من سپاسگزاری بشه. یک اضطرار اجباری جبری در ذهنم آمده که این کارا رو، این خدمت کوچیک رو بکنم. من از نادر پزشکایی هستم که بعد از انقلاب برگشتم ایران و متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که افتاد از خدمت به مردم محروم شدم و همیشه خودم رو مدیون مردم ایران میدونم و امیدوارم از این طریق بتونم جبران این مدیونیه رو انجام بدم. جبران شده آقای دکتر و اگر شما این تشکر نکنید ما سپاسگزاری میکنیم قلباً صمیمی قلب تشکر میکنیم از شما. خود من روی واقعا باورهای من شما تاثیر شگرف گذاشتید. خیلی متشکرم از شما. خواهش میکنم. وقتتون خوش، وقت همگی خوش. مراقب خودتون باشین. نشده. واکسناتون هم بزنید. کرونا نه برنامه هم تموم نشده. آقای قره‌داری قراره که کتابای شما رو معرفی بکنن. حالا اگه آقای دکتر خسته هستن میتونیم یه برنامه دیگه داشته باشیم که برای بفرمایید. آقای درد گرفت، خسته شد از بس. نه بفرمایید. خواستیم فقط در پایان برنامه اگه براتون فرصت دارید و براتون مقدوره یه سری از کتاباتون رو، چون همیشه از ما سوال میکنن که کتابایی که شما نوشتید و ترجمه کردید یه حالت مجموعه‌ای بهشون معرفی بکنیم. خواستم که هم کتابایی که لطف کردین و در اختیار مجموعه ما قرار دادین و هم کتابایی که حالا فکر می‌کنم یه سریاشون تو ایران چاپ شده، اینها رو یکی یکی به طور خیلی سریع و خلاصه دونه دونه بهشون در حد هر کدوم 30 ثانیه 1 دقیقه بپردازیم که اون در واقع یه مجموعه کلی دست عزیزان بیاد که بتونن اگه خواستن هر کدوم از کتاب‌ها رو استفاده بکنن. گفتم اگر توضیحی داشته باشین در این مورد بدین بد نیست. ببین من اولین کتاب که نوشتم همون سالایی بود که تو ایران بودم به اسم اصول بالینی در تشخیص بیماری‌ها که یک کتاب برای پزشکا هستش، برای دانشجوها و رزیدنت‌ها. ولی کتابی که در واقع چارچوب همین صحبتام هستش درباره تک‌گرایی بیولوژیک، همون کتاب خلقت و تکامل مغز و روان هستش که کتاب شرح کارهای مغز هستش تا حدی که در یک جلد میشه گنجوند. کتاب کاملی نیستش ولی چون خیلی تخصصی بوده بعضیا گفتن که نمیفهمن بعضی موضوعات. به این جهت من شروع کردم به ترجمه کتاب‌های زیادی. 3 کتاب از داماسیو ترجمه کردم: کتاب خطای دکارت، درک رخداد و در جستجوی اسپینوزا، و چند تا کتاب 2 کتاب از کاترین مالابو هستش که فکر میکنم شما یکی با مغزهای ما چه کار کنیم، یکی هم شما فکر میکنم منتشر کردین، یک کتاب هم که همین داستان آخری هست که مادیت های انعطافی هست. بعدش جنبه های مختلف این موضوعات رو شما هم دارین نشون میدید. بله، این موضوعات و کتاب های مختلف که تا حالا فکر میکنم 15 تا 16 تا شده، حساب کتاب شما دست خودم در آمده که چیکار شدن کجا هستن. ولی چند تا کتاب اصلی هستش، یکی قصد و اختلالات اون هستش و یکی وهم اراده، تجسسی در وهم اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی که همین تو جلسه بهش اشاره کردم، و یک کتاب 3 کتاب الان در دست ناشر هستش. یکی راجع نورولوژی تفکر هستش، یکی قشر جلو پیشانی هستش و یکی هم پاداش‌های مغزی
کتاب پاداشهای مغزی یک کتاب بسیار مفصل 400-500 صفحه‌ای هستش که چون کتاب کاملا علمی هستش، امیدوارم این سه تا امیدوارم که در بیاد و از مقدار زیادی از کتاب‌ها گاهی تو سانسور وزارت ارشاد گیر میکنه، ولی این سه تا رو حتی جرئت نکردم مقدمه بهشون بنویسم و همینجوری در اختیار ناشر گذاشتم. این کل کتابایی هستش که نوشتم و ترجمه کردم. الان هم یک کتابی راجع به قشر حدقه پیشانی دارم ترجمه میکنم و که دیگه خیلی عمقاً رفته به ساختمان مهمترین قسمت مغز انسان که چجوری کار میکنه و چجوری انسانیت و عقلانیت و قصد و اینامون بستگی به همین ساختارهای نورونامون داره و چجوری نورونا تصمیم گیری میکنن و پاداش و مجازات ها رو برامون تعیین میکنن تا رفتار کنیم. پروژه بعدی من کتابی هستش که اصلا قشر مغز چجوری کار میکنه و این بعد از اینکه این کتاب رو تمام کنم امیدوارم اونم بتونم تمام کنم تا ببینم چی پیش میاد. بسیار عالی، خسته نباشید آقای دکتر. ممنونم که این فرصت رو به ما دادید. ممنونم از دوستانم، متشکرم که ما رو همراهی کردن تا آخر برنامه. آقای قره‌دقی اگر صحبت پایانی دارید. بله، فقط تشکر میکنم از جناب دکتر. البته 5 تا کتاب از لطف کردن جناب دکتر در اختیار مجموعه ما قرار دادن. فکر میکنم همشون ترجمه بوده، درسته؟ همشون ترجمه شما بوده؟ این کتاب سیر تفکری در مورد آفریدگارها و آفرینش و اینا نوشته خودم بوده. اون همین موضوع روح و بیشتر از همه در اون شرح دادم. اون کتابم کتابای اصلی خودم هستش. یک کتاب دیگه کاملا علمی زیست شناسی مغز و اخلاقیات هست که اونم نوشته خودم هستش. فکر میکنم توی مجموعه شما هم باشه. بله درسته. 2 تا کتاب هیچ کدامشون اجازه انتشار در ایران پیدا نکردن و حتی ناشر به من گفت اگر من کتاب زیست شناسی مغز و اخلاقیات رو بنویسم اول باید خودم از ایران فرار کنم. به همین جهت من اونو گوگل گذاشتمش و در اینترنت هم در اختیار همه هستش رایگان و همه کتابایی هم که نوشتم و ترجمه کردم همه رو رایگان در اختیار ناشرها گذاشتم تا قیمتاش تا حد ممکن پایین باشه که بتونن دوستان استفاده کنن. بله بسیار عالی. این کتاب خودم 4 تا هستش و 11 تا 12 تای بعدی ترجمه هست. بله درسته. حالا کتابای ترجمه‌ای که شما در اختیار ما گذاشتید فکر می‌کنم هنر، زیبایی شناسی و مغز، اینجا یادم رفته بود اعلام کنم که شما لطف کردید این کتاب رو رایگانش کردید بدون کمک مالی. اولش که کمک مالی قرار بود دوستان لطف کنند و کتاب رو در اختیارشون قرار بدیم و کسی کمک کرد؟ یکی 2 نفری کمک کردن. من آره خب انتظاری هم نمیشه ازشون داشت، ولی خب کتاب رو که رایگان کردیم خیلی استقبال زیادی شد و خیلی هاشون دنبالش بودن. کتاب براشون ظاهرا توی یه سری از تحقیقات دانشگاهیشون هم براشون چیز بود، نیاز بود که درخواست میدادن، ولی اونایی که درخواست داده بودن بدون کمک هم من طبق دستور شما همه رو براشون میفرستادم و خواهش میکنم. آره اون کتاب به درد دانشکده هنرهای زیبا، دانشکده معماری و روانشناسی و تمام رشته های هنری میخوره. کتاب جالبی هستش و من چون خودم علاقه به هنرها دارم اون کتاب رو ترجمه کردم. همینجوری هم که میبینید خیلی کتاب مفصلی هست و چون زیبایی شناسی مسئله هستش که همیشه مورد بحث فیلسوفا و روانشناسا بوده و این زیربنای علمیشو این کتاب گفته. بله خیلی هم عالی. فکر کنم تنها کتابی که از شما فعلا به صورت صوتی ما تولید کردیم کتاب
تصویر بزرگ هست از شان کارول که این رو صوتی کردیم. بقیه کتاب ها رو هم گذاشتیم توی لیست و در حال تولید صوتی هستن که به زودی فرمت صوتیشون هم ارائه میدیم که دوستانی که حالا یا امکان خوندن ندارن یا اینکه حالا مشکلاتی دارن در رابطه با خوندن کتاب بتونن به این کتاب ها هم گوش بدن و استفاده بکنن. سپاس از زحمات شما، واقعا کار بزرگی دارید انجام میدید و قابل قدردانی بسیار زیادی هستش. لطف دارید، ممنونم. خب خانم بعدی اگر صحبتی نیست. خیلی ممنونم از همگی. خواهش میکنم. مراقب خودتون باشید. سلامت باشید و خوب و خوش. متشکرم آقای. بله. از دوستانی هم که فوتبال نگاه نکردن و برنامه ما رو نگاه کردن خیلی ممنونیم. خیلی پیام داده بودن که وقت فوتباله، گفتیم آن چیز که در جستن آنی. به هر حال برنامه ما سر جاش بود و خیلی از دوستان شرکت کردن و استفاده کردن. دفعه دیگه بگید که ساعتش عوض کن. بله حتما. ممنونم. وقتتون خوش. ممنون، شب خوبی داشته باشید. در پناه خرد. خدا. AvoyeBooth.com